خب دوستان گرامی، برای شما من میخواهم حکایت از تاکسی های عربستان سعودی کنم. هنوز ما در عربستان سعودی هستیم، هنوز در شهر جیده هستیم و اینجا راههایش بسیار وسیع هستند. 6 خط از این طرفی راه، 6 خط دیگر از اون طرفی راه، یعنی 12 خط به هر سو می روند. در اینجا مسافرکش های جمعیتی حضور ندارند. همیشه تاکسی ها و شما از همین خدمت تاکسی ها استفاده می‌برید. ما هم همچنین تاکسی ها هر گونه میشوند. تاکسی هایی که اوبر هستن، آنها از کارت ویزای شما میتونن مستقیما از پولهای سامانی اینجا بگیرند، به یگان گپ شما رو میبرند، میفرستند و میروند و از پولهای شما میگیرند. باز هستند تاکسی هایی که در داخل خودی جیده کار میکنند و آنها 15% از دیگر تاکسی ها نرخشون بالاتر است. از این رو وقتی که شما با تاکسی میشینید حتما با او سودا کنید. سودا رو عرب‌ها دوست می‌دارن. وقتی که ما بعضا ما با ورزشگاه ها میرویم 70 ریال برمیگردیم 30 ریال. یعنی وقتی که ما علاقه فهمیدیم که اینجا میتونیم که بحث کنیم، تلاش کنیم، پایان بریم. اگر زبان عربی رو بدونید برای شما خیلی آسان است، خیلی مبلغ پسنداز میکنید. اگر نه خوب شما اگر ارزان هم کرد و رفت، میگه که اینجا که شما اومدید راهش دور بود، اگر 50 ریالات یا 30 ریال باید باشد، 10 ریال برمیگردد و میگه که راهتون دور بود و من به شما از شما 30 ریال میگیرم. نه، شما میگه نه ما مصلحت کردیم، خب بعد اون 5 ریال یا 5 ریال یا 10 ریال دیگر با شما میدید و بعد کارهای شما حل میشود. در یک تاکسی دیروز ما بعد بازی باید دسته های اسد قطر و همچنین دسته ژاپنی کواساکی فرونتاله با اینجا اومدیم و فهمی که ما توجیکیم زود ویدیوهای دوست داشته شما گفت من حافظان تاجیکستان رو دوست میدارم و همین صوتها رو ما شنیدیم و حتی نخل پایان هم بود که حافظان شما رو من دوست میدارم و من این حافظان رو همیشه گوش میکنم و اونهایی که در تاکسی من میشنن اونها رو میبینم. یک مرتبه ببینیم، بعدا ببینید اینجا همین راههایی که حالا ما به شما گفتم. از من این راهها گذشتن یگان خیلی امکانیت ندارد. باید شما جانتون رو در عذاب نمایید و برای به یگان واقعه سر افتاده شدن یا که با واقعه به سرتون اومدن رها یابید، از این راهها نگذارید. گذشتن خیلی دشوار است. سرعت ماشین ها در داخل شهر 90 کیلومتر ساعت است، بیرون از اون 120 150 کیلومتر 110 کیلومترش رو هم من دیدم. این بود اون چیزایی که من می‌خواستم امروز با شما بگم. همون در جیده هستیم، همون چند روز دیگر است که ما اینجا از دیگر بوره، از دیگر مشکلات، از دیگر مسئله ها هم با شما حرف خواهیم زد. سلامت باشید. لیگ برتر چمپیونای آسیا با گوشت‌های دمپختی مرمری خورد و حلاوت برید و کیفیت برید. لذتش بسیار هم عالی است. من تصدیق میکنم.